داستان امروز ما درباره یک پسر معمولی است. پسری که در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. از زمان کودکی دنیا برایش یک جای سرد و سخت بود. پدرش مرد سختگیری بود. نه وقت بازی داشت، نه حتی تشویق. ولی یک چیز فرق داشت. آن پسر یک دنیای مخصوص به خودش را داشت. دنیایی که با قلم و کاغذ می ساختش. دنیایی که در او هر چیزی ممکن بود. وقتی دیگران بازی می کردند، او در گوشه اتاق با یک قلم و یک کاغذ می نشست. نقاشی می کشید، شخصیت های مختلف را خلق می کرد که وجود نداشتند. ولی در ذهنش آن شخصیت ها زنده بودند. می خندیدند، حرکت می کردند. گاهی غذای درست نداشت. لباس هایش کهنه بود. اما هیچگاه از خیال پردازی دست نکشید. زمانی که بزرگ شد، نقاشی‌هایش را گرفت و رفت دنبال کار. اما بارها رد شد. حتی یک مدیر برایش گفت: تو خلاقیت نداری، بهتر است کار دیگری پیدا کنی. فکر کن، کسی که با تمام وجودش رویا داشت، حالا این گونه تغییر شده بود، ولی تسلیم نشد. اولین شرکت خود را افتتاح کرد، اما وقت زیادی نگذاشته بود که ورشکست شد. پول نداشت، خانه نداشت، با دل شکسته و جیب خالی در یک ایستگاه قطار نشست و تنها یک تکت را که داشت گرفت. رفت به شهر دیگری. شهری که در آن هیچ کسی را نمی‌شناخت، ولی دلش پر از امید بود. در یک اتاق کوچک و ساده نشسته بود. در تنهایی یک موجود کوچک را طراحی کرد. نه انسان بود، نه قهرمان. فقط یک موجود ساده، ولی با قلب بزرگ. و زمانی که آن موجود کوچک وارد پرده سینما شد، همه خندیدند، شگفت زده شدند و عاشقش شدند. اما این پایان نبود. او می‌خواست جایی بسازد که بزرگ و کوچک با هم خوش باشند. یک سرزمین از خیال، یک دنیای واقعی از رویا. وقتی طرحش را برای ساختن پارک تفریحی گفت، همه مسخره‌اش کردند. گفتند کی می رود پول بدهد داخل شهر بازی شود؟ ولی او گوش نکرد و سالها بعد آن مکان افتتاح شد. جایی که امروز میلیون ها کودک و بزرگسال می روند تا خوشی، رویا و عشق را احساس کنند. شاید تا حالا از زده باشی. نام آن پسر بود والت دیزنی و آن موجود کوچک میکی ماوس. او کسی بود که از دل فقر با شکست‌های پی در پی یک دنیای جاودانه ساخت و اگر روزی خواستی تسلیم شوی، به یاد او بیفت که هیچ کس باورش نداشت جز خودش. اگر این داستان بر دلت تاثیر گذاشت، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کن. هر روز یک داستان واقعی از انسان‌های میشنوی که با رویا و اراده دنیا را تغییر دادند. تمام.